سلام دوستان، امیدوارم عالی باشین. مسیما هستم، لش آرتیست و مدرس اکستنشن موژه. خیلی خوش اومدین به جلسه 5. این جلسه قراره به صورت کامل و اصولی در رابطه با موژه‌های طبیعی، چرخه رشدشون و عوامل ریزش صحبت کنیم و همچنین در رابطه با اکستنشن موژه، اینکه چی هست، چه مزایایی داره و تفاوت کاشت با اکستنشن موژه رو بدونیم. وقتی در رابطه با اکستنشن موژه صحبت میکنیم خیلی مهمه که ساختار خود موژه طبیعی رو هم بشناسیم. اول از همه بهتره که بدونیم موژه فقط جنبه زیبایی نداره، بلکه نقش اصلی موژه محافظت از چشم در برابر گرد و خاک و نور زیاد هست. موژه ها دارای چرخه رشد مشخصی هستند و هر تار موژه در مرحله‌ای از این چرخه قرار داره. پلک بالا حدود 100 الی 150 و گاهی 200 تا تار موژه داره و پلک پایین حدود 35 تا 50 تا تار موژه داره. معمولاً موژه‌های پلک بالا در 3 تا 4 ردیف و یا لایه قرار دارن، ولی گوشه داخلی و خارجی چشم این لایه ها کمتر هستن، بین 1 الی 2 ردیف. و اما ساختار هر تار موژه. هر تار موژه مثل موی سر از 3 بخش اصلی و یا 3 لایه اصلی تشکیل شده. 1. مدولا، بخش مرکزی یا مغز تار مو. 2. کورتکس، لایه‌ای که استحکام و رنگ موژه رو تامین میکنه و حاوی کراتین و ملانین یا رنگدانه هست. 3. کوتیکول، لایه بیرونی یا لایه خارجی که از لایه‌های زیرین محافظت میکنه. و اما نکته مهم این که در کنار ریشه موژه غده‌های چربی وجود دارن که به صورت طبیعی چربی ترشح میکنن و یه لایه خیلی نازک چربی روی موژه ها پخش میشه. به همین دلیل مهمه که قبل از اکستنشن موژه به خوبی شستشو و بسترسازی انجام بشه تا این چربی‌ها پاک بشن و اتصال چسب بهتر عمل کنه. بخش دوم، چرخه رشد موژه. موژه‌ها دائما در حال رشد و ریزش هستند، ولی نه همزمان. به همین دلیل ریزششون به چشم نمیاد. در بعضی از منابع گفته میشه که موژه‌ها 3 مرحله رشد دارن، اما در بعضی منابع گفته میشه که موژه‌ها 4 مرحله رشد دارن. مرحله اول آناژن یا رشد، مرحله آغاز رشد. در این مرحله موژه‌ها کوتاه، نازک و ضعیف هستند که بهشون بیبی لش و یا بچه موژه گفته میشه. در حال رشد فعال هستن و اصلا نباید روشون اکستنشن موژه انجام داد، چون موژه ها ضعیف و بیجون هستن و تحمل وزن اکستنشن موژه رو ندارن. مرحله دوم کاتاژن یا انتقال. در این مرحله رشد متوقف میشه و موژه ها ضخیم‌تر و بلندتر میشن و همچنین در این مرحله فولیکول مو شروع به کوچیک شدن میکنه یا ساختار فولیکول دچار مرگ سلولی زمانبندی شده میشه. مرحله سوم تلوژن یا استراحت. همینطور که از اسمش مشخصه این مرحله استراحته. در این مرحله رشد موژه ها تموم شده و موژه ها در ضخیمترین و بلندترین حالتشون هستن و آماده افتادن و یا ریزش هستن. در این مرحله موژه ها آماده ریزش هستن، اما هنوز سر جای خودشون قرار دارن. مرحله چهارم اگزوژن یا ریزش. این مرحله فاصله‌ای بین تلوژن و آناژن هستش، در حالی که موژه جدید در حال رشد موژه قدیمی رو به سمت بیرون هل میده و یا به ریزش هدایت میکنه. این ریزش کاملا طبیعیه و بخشی از چرخه موژه است. و نکته مهم این که فاز طبیعی رشد موژه ها یکسان نیست و به همین دلیل ریزش دست جمعی اتفاق نمیافته و ریزش روزانه بین 1 تا 5 تار موژه کاملا طبیعیه. و اما عوامل ریزش بیش از حد موژه ها: رژیم غذایی نامناسب، کمبود ویتامین ها مثل بیوتین یا B5، شیردهی،
تیروئید، سن بالا، استرس و مشکلات عصبی. خب دوستان، اینا توضیحات کلی در رابطه با موژه بود و حالا بریم سراغ اکستنشن موژه و مزیت اکستنشن موژه و تفاوت کاشت با اکستنشن موژه. اکستنشن موژه روشی نیمه دائمی برای بلند کردن، حالت دار کردن و پرپشت کردن موژه ها بدون نیاز به ریمل و موژه مصنوعی هستش. در این روش تارهای اکستنشن موژه با چسب مخصوص اکستنشن موژه روی هر تار طبیعی با رعایت فاصله استاندارد از ریشه و پلک نصب میشن تا موژه طبیعی آسیب نبینه. برخلاف موژه مصنوعی یا ریمل، اکستنشن موژه طبیعی تره و ظاهری شیکتر، مرتب و دائمی تری میده. ماندگاری اکستنشن موژه معمولاً 3 تا 4 هفته است. البته با نگهداری صحیح ماندگاری بیشتری هم میتونه داشته باشه. بعد از 24 تا 48 ساعت اول که نیاز به قرنطینه داره، موژه ها میتونن با آب شسته بشن. و اما مزایای اکستنشن موژه: زیبایی یا ظاهری طبیعی و شیک بدون نیاز به آرایش، بی نیاز شدن از ریمل و فرموژه، صرفه‌جویی در زمان آرایش، سبک و نرم نسبت به کاشت‌های ریسه‌ای، پنهان کردن نواقص فرم چشم تا حدودی، امکان انتخاب مدل و حجم دلخواه بر اساس سلیقه و فرم چشم کلاینت، مناسب برای اکثر افراد مگر در صورت داشتن حساسیت و یا بیماری چشمی، ضد آب و قابل شستشو بعد از گذشت دوران قرنطینه. توجه داشته باشید که 24 تا 48 ساعت اول نباید با آب تماس داشته باشه. تفاوت اکستنشن با کاشت‌های غیر اصولی: اکستنشن اصولی یعنی تار به تار با رعایت فاصله استاندارد از پلک و بدون آسیب به ریشه. اکستنشن موژه با کاشت‌های دیگه متفاوته. در اکستنشن موژه به پیاز مو آسیب نمیرسه. اکستنشن اصولی باید سبک، متناسب با ضخامت موژه فرد و تکنیک انتخابی اجرا بشه. و اما مزایای اکستنشن تار به تار نسبت به کاشت‌های غیر اصولی: سلامت موژه طبیعی حفظ میشه، موژه ها قابل شستشو هستن، البته بعد از قرنطینه. چرخه رشد طبیعی موژه ها مختل نمیشه، چون هر تار موژه جداگانه اکستنشن میشه. ریزش موژه به صورت طبیعی و تک به تک هست. موژه ها نیاز به استراحت ندارن چون ریشهشون آسیب ندیده. در اکستنشن تار به تار هدف ما این نیست که کاشت موژه انجام بدیم. ما قرار متخصص موژه باشیم. کسی که زیبایی در کنار سلامت کلاینت براش در اولویته. توجه داشته باشین که زیبایی واقعی از احترام به سلامت شروع میشه. خب دوستان، تا اینجا به طور کامل با ساختار موژه، چرخه رشد موژه و اکستنشن موژه آشنا شدیم. امیدوارم که این اطلاعات براتون مفید بوده باشه. لطفاً هر سوال و یا نظری دارین در کامنت ها به اشتراک بذارین و اگه تصمیم دارین به صورت جدی وارد دنیای اکستنشن موژه بشین، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا جلسات بعدی رو از دست ندید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.